درود بر شما تماشابینان تلویزیونی تنین. چون همیشگی به دیداری هم رسیدیم در برنامه کودک خروغپز. مهمان امروزه برنامه ما هستند دلنوزه علیشیرزاده. علیشیرزاده دلنوزه 29 ینوری سال 2008 در شهر خوجند در آیله کارگر چشم به عالمی هستی گشوده است. آنها در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 شهر خوجند در صنف ششم تحصیل می‌کند. دلنوزه وقت‌های خلوگی خود را با درس آموزی، شعرخوانی و پخت و پز سپری می‌نماید. آرزوی دکتر شدن را دارد. خب دلنوزه جان، تماشابینان ما انتظار هستند که امروز ما برای آنها چی آماده می‌سازیم. انیخترش دلنوزه آماده می‌کند، من به او کمک می‌رسونم. خب دلنوزه جان، امروز خورشی که ما آماده می‌کنیم چی نام دارد و برای ما کدام مسئولیت ضرور است؟ امروز ما برای تیار کردن پیروگ از اول تخم، شکر، سمیتانه، روغن ضد آب کرده، رزدیخیل و آرد را همراه کرده آمیخته می‌سازیم و برای زیبا شدنش چهارمغز را استفاده می‌بریم. یعنی ما امروز پیروگ آماده می‌کنیم. بله. خب ما از چی آغاز می‌کنیم؟ از تخم. دلنوزه شما صنف چند می‌خونید؟ صنف 6. در خانه شما خودت آماده می‌کنید؟ بله. من 3 برادر دارم، برای آنها خودم تیار می‌کنم و برای مادرم و پدرم. بهترین. شما با کدام فن‌ها بسیار شوق دارین؟ فن متماتیک، زبان مادری و ادبیات. از همه شعرها به من مقبول هستند. شعرها، ادبیات و روسی. بعدی ما شکر رو می اندازیم. ما شکر رو آمیخته میکنیم. دلنوزه جان گفتن که به ادبیات شوق زیاد دارین. بله. کدام با شاعرها را میشناسی؟ بسیار شاعر دوست داشته ای تو کی است؟ میرزا ترسونزاده، حافظی لایق شیرالی، ابوالقاسم فردوسی. خب دلنوزه آینده به مثل کی شدن میخواهی؟ من برای خودم 2 کسب را انتخاب کرده موندم. 2 کسب؟ 2 کار. بهترین. خب یا که معلمه آموزگاری عالی در مقبل اینستیتوتگاه دانشگاه، یا که دکتر قند دل. دکتر بهترین. از هر دو یعنی کسب کدامش رو بسیارتر دوست می‌داری؟ دکتری. دکتر. برای چی دکتر؟ یکون کس برای شما گفت یا از عائلت یکون کس گفت که شما دکتر شوید یا خودتون میخواهید؟ خودم از خردیم میخواستم دکتر شوم. برای چی دکتر؟ مثلا دیگر چی نه یا دکتر؟ مثلا ژورنالیست نه یا معلم نه یا غیر دکتر؟ برای که من از دکترها نمیترسم. وقتی که به مثالی دکتری به دندان میرویم، بعضی کس میترسه دیره میکنه. نمیترسم. وقتی که دندان من در میکنم میروم، از هیچ دکتر نمیترسم. آنها مرا نمیخورن. برای همین من دکتری را دوست دارم. من از دکتر دندان بسیار میترسم. برای همین من دکتری را انتخاب کردم. برای همین از ترسیدن دکتر. از این ترسید میتواند که چشم شما سخت بشه، دکتر شده میتواند. بهترین. خب در آینده به مثل کی شدن میخواهی؟ به مثل مادرم. به مثل مادرت؟ مثلا چه خیلی؟ دلسوز، غمخوار. نه ازامه دیندون، نه گپای بیجا. گپای بیجا نمیزنن؟ عموما. چی آرزو دارین؟ باز آرزوی یگان چیز را آموختن یا غیر از این
من آرزو دارم که همین در خانه خودمون فقط که من خوراک پزم خوراکای با از خود مثلا از اینترنت نه از یکان کس دیده نه خودم از خودم ساخته فانتزی با خود. خب دلنازا جان گفتن که من و مثل مادرم شدم میخواهم دلسوز و من خصلت‌های خوب. خب با فکر شما کدام خصلت‌های خوب شدن میتواند؟ مثلا دروغ نگفتن، راستکار بودن، راستقال بودن، از این پا به این پا فریب ندادن. بعد چه خیلی یعنی از این پا به اون پا فریب ندادن؟ یعنی که میگوین که از این پا چه کرد این پا چه کرد رو فریب نده که خدا دست بچه ها میافته. برای این را کردن ممکن نیست برای اینکه این گپ راست است. با قول بودن و کفی خود ایستادن، راستکاری، راستقولی، خاکساری، دلسوزی، مهربانی همه این کاری نکشد برای کس دستیاری رساندن. خب دلنازا جان امروز گفتین درس نرفته نه؟ درس آخر کی داشتین؟ درس آخر روز شنبه. روز شنبه درس رفتین. خب چی برای شما عموما شک آور بود در درس؟ در درسی خلق تاجیک مبنی شک آور بود. معلم ما نصف فرموده وقتی که معلم میفهمد 70% درس ها میفهمد من آن را گوش کرده 30% را از کتاب میخوام. وقتی که آن کس به خطا میگویند لیکن یکان جاشش رو نمیگویند برای اینکه خودی طلبه خونده آید و من میخوانم چهارکم از این 5 است و با 5 رو میخوانم. تاریخ تاریخ چی است؟ تاریخ این که در پیش از آدمانی ما پیش از آمدنی آدمانی ما را میفهماند در دورهای پیش آدمان چه خیلی بودند. مثلا ما کازه داریم و آنها کاسه چوبین داشتن. ما سوزنی آهنین داریم آنها با از چوب از درخت تیار میکردن. ما اینها رو میآموزیم و در دوره‌های آنها شاه بودن. ما از میگوییم پرزیدنت. تاریخ اون چیزی که است ما گذشته میآموزیم که در گذشته چی بود و چی شد. من برای هر شخص آموختن تاریخ دانستن تاریخ خود خیلی مهم است. بهترین. خود دلنازا جان گفتین که خصلت‌های خوب انسانی اما شما امروز چی کاری خوب کردین؟ امروز من کاری خوبی را کردم که به مادرم یاری رساندم. وقتی که آن کس خوراک پخته ایستاده بود من با آن کس یاد بودم رفت گفتم که روید چنید من خودم خوراک را آماده تیار میکنم و آن کس دم گرفته من خوراک را تیار کردم. خوب بهترین برای مادر خدمت کردن این بهترین کار است. بهترین کاری که به هر یک فرزند باید برای پدر و مادر خود خدمت رساند. خب دلنازا جان نظر ما چیکار میکنیم باز؟ بعد از تخم که شکر رو آمیخته کردیم ما سمیتن رو میاندازیم. آمیخته میکنیم. خب دلنازا جان باز به چه شوق داریم عموما؟ شوق به شعرخوانی شوق دارم. شعرخوانی؟ سرود خواندن میتونه؟ سرود نه فقط که شعر را هم به سرود خوانده میتونم. خب میخونید؟ میخونم. میروم از بحر دیداری پدر یاد کردم چهره نورانیش یاد کردم پند و حکمت‌های او خاطری خود را ورق گردانیش باز از پیشانیم بوسد پدر کو بیا ای جانی من که مسترم مردمی دهه را آوا کند از خوجند آمده ام گل دخترم سجده سازم من در او دیوان او در سر کتفی پدر مانم سرم سجده گوید از جوانی های خود سجده های عاشقی با مادرم. با زبانی روسی هم من خونده میتوانم. Это голубыми небесами, великолепными коврами, близко на солнце снег лежит, прозрачный лес один чернеет, и ел сквозь иней сильнеет, и речка под льдом блестит. خوب بهترین دلنازا جان. خب شما گفتین که به ادبیات شوق زیاد داره نه؟ خب با دیدن نقش روی تو میدونی همین غزله؟ نه این غزل ها رو حال نمیدونم نخوندم. فقط که من از آنها شعر از خود میکنم کمتر. وقتی که معلم این را وظیفه خانم میگوید نباشد من هم تو یک بار میخونم مضمونش رو میروم تمام. یا درباره آن کس کرد تولد شدند کرد رفتن در کجا بودند چی می نویسیدند در کدام عصرها همین ها رو میخونم. من به شما یک سوال دارم. نقشیده برای تو را این شعر را به من گفته شما خودتان میدانید؟ بله این غزل از مومن قناعت میشناسی؟ خوب من بسیارتر شعرهای او را میخونم بسیارتر مطالعه میکنم. من با دیدن نقش روی تو را من در دوران مکتبی از یاد کرده بودم و تا حال هیچ از خاطرم نمیرود چون آن وقت من با تمام
صمیمیت همین رو از یاد کردم و حاضر من برای تو چهارمیساش رو تکرار میکنم. به دیدن نقش روی تو، به گوش گفتگوی تو، به دیدن نقش روی تو، به گوش گفتگوی تو، هنوز از دماغ من نرفته است بوی تو. به جای دور می رود دلم همیشه سوی تو. شدم کلان و کنون آمدم به جستجوی تو. برادرم برادری به جان و دل برابرم. خب بهترین شما شعر رو میخونده. اکنون ما کارمون رو دوام میدیم. حاضر ما اکنون روغن زرده که آب کردیم در اینجا اون رو آمیخته میکنیم. یعنی روغن زرد رو شما که شکل آب کردم اون رو آمیخته میکنیم. در وقت خالگی باز چیکار کردن رو دوست میدارین؟ چیکار میکنید عموما در وقت خالگی؟ در وقت خالگی وقتی که مادرم یکان چیز رو پخت و پز میکنن من اون رو رفتم نگاه کرد یاری میدیم ولی به مادرم نگفتم من به کتاب خود مینویسم. در اینجا در یک دفتر نوشته بودم اونها هم ایستادن. چی خیلی یعنی در دفتر مینویسید؟ وقتی که مثلا ما از پیرو پخته ایستادیم شما مادری من هستید من فرزند شما و اون کس میپزم من یاری میدیم میبینم چند تا تخم چقدر آب بهترین من رفتم مینویسم بعد مادرم که میروند به کار میروند من خودم میپزم اون کس و اون خوراک رو تیار میکنم. خیلی بهترین برای خود آموختن یعنی این چیزی خیلی ضرور است که ما باید همون چیز را آموزیم. من دفتر وقتی که شما گفتین که وقتی که من کار میکنم در دفترم مینویسم من فکر کردم که شما دفتر خاطرات دارین. من دفتری من خودم دفتری خاطرات دارم و من هر روز من روزی کاریم رو قید میکنم امروز چیکار کردم و من یک دفتری خاطرات برای منه که همچون اصلاح کننده خطاگی هایم. من خطاگی ها می نویسم که همین روز همین خطاگی رو کردم در دفتر خاطراتم می نویسم. بعد از اون باز در مدت یک هفته باز جنبستی هفته نشود باز جنبست میکنم که برای اصلاح کردن خطاگی چی کار باید کنم. حرکت میکنید شما برای اصلاح کردن برای اصلاح کردن خطاگی این بهترین برای من فکر میکنم که امون دفتر برای من چیزی بهترین دوستی بهترینه که سری دلم رو داشته میتواند چیزی که من در خود دارم در همون دفتر می نویسم. دل خودتان رو خالی و دفتری خود دفتری خوب برای من بسیار کمک میرسونه. خب حاضر ما روغن زرد رو آمیخته کردیم اکنون میکسیم. و آرد رازی غزیل دسته رو آمیخته میکنم. نوزه جان زاد روز شما که 29 январ در وقت زمستان وقتی که من زمستان رو دوست میدارم برای آن که برفی بسیار میبارده بود ولی که نبارید بعد زاد روزه میآید سال نو میآید بسیار ایتا میآید برای همین من بهترین شما فصل زمستان رو دوست میدارید. خب نوزه جان برای شما چه پسند است؟ من میخواهیم که در زاد روزتون برایتون تحفه کنم. نه تحفه را نه من میخوام در زاد روزم مرا چی گویم این رو قدر کنند و نمیخواهم که آنها مرا خفه نکنند وقتی که خرسندانه مرا در بر بگیرند این برای من تحفه بهتری میباشد. اما که پدر مادر؟ بله. خب بهترین یعنی برای یک خرسندی خانوادت برای تو همچون تحفه میباشه. خب من باز چی تحفه رو انتظاره که مثال یگان نمودی تحفه رو یگان کس برای شما تحفه کردگی است؟ تحفه کردگی من وقتی که زادروز دارم برای من نفری که کتاب هدیه میکند بسیار دوست میدارم. نفری که برای این کتاب رو من تحفه‌ای که من دوست میدارم این کتاب است. بله وقتی که من به سن 10 رسیدم زادروز مرا خیلی کلان کردن
و در اینجا مادرم به من یعنی که این رو تروس میگویند تیلو دادن، پدر کردن، هدیه کردن. پدرم صورتم رو در چشکه خودم کرده دادن. بسیاری آنچه عمل به من کرد که انجام یعنی که خرید دادن و برادرم شعر میخوانند. این برای من خیلی تحفه بهترین است. یکی از من خودسا برادرم شد آن کس به مثل بابویان سراینده بسیار شعر را از خود میکنند، میخواند، آوازش خیلی خوب میباشد. این برای من هم تحفه میباشد. خب بهترین برای چند برادر دارین؟ سه برادر. یکیش به سن 10 رسیده است، یکیش 8 و او حالا به سادیک میرود، 5 سال میباشد و کودکستان میرود. خب با برادراتون چی کمک میرسونید؟ من در وقت درس تیار کردن از چه کمک پرسند؟ از من بسیارتر کمک میپرسند از فنهای درسشون. متماتیک مثلا بسیارتر از متماتیک از من میپرسند یا کمک میپرسند. من میروم درسشون میشنم، میگن این چه خیلی قلتش بسیاره ایکسش موضوع بایم. یعنی شما چگونه با همون متماتیک وقتی که برای شما نشون میدید که برای من مثال رو حل کنید، شما خودتون میگیرید مثال رو حل کرده میتین یا که میگویم نمینویسم یا روچکی رو نمیقبم، من میگویم که همین خیلی میشه، تو همین رو اصلا خودت کمان نمیکنی. او میکنن من باورشون میکنم، میگه برابرش همین مثلا 5 میلیارد نه رو از نو خود بهترین خود. اگر وقتی که من برای همش رو گویم او هیچی رو نمیفهمد و در آینده خود برای اضافه خود میشه. برای او خیلی ولی میشود که او آموخته میشود که شما برای او که همش رو حل میکند میتونید. وقتی که معلم بسید این رو چخیر حل کرده او آنکه نمیتوند در هیجان میموند، برای همین من او رو خودم میگویم که کن همون و خودش میکند. خب دینازا جان من در مکتب چه میخونه؟ باباهای 5 چهارکایم همش 5 و یکی در زبان ادبیات متماتیک زبان روسی 4 میباشند. برای که من خطاگی میکنم مثلا در دفتر بسیارتر معلم باهای آن را خوشنام میکنه و این در شعرخوانی نیست، دفتر در حسنی خط میگه به حسنی خطی من زبان میباشد. من در الیمپیادا اشتراک کرده ولی 1000 جای را نبودن خود را سرقال دادم. از کدوم فنی اشتراک کردن؟ برای حسنی خطی زبان برسیم خط بهترین. خب چیکار میکنه؟ اصلا آن را بازرسی خیلی آموخته میکنه. دینازا شما کتاب خواندن رو دوست ندارید؟ بله. حاضر کدام کتاب را خونده است همین وقت آخر؟ زبان مادری رو میخونم برای اینکه قاعده ها بسیار است. در وقت ادیزاسی برای که حساب نکشتن من بسیارتر وای رو میخونم. کتاب زبان مادری قاعده هاش رو از خود میکنم. کتاب بدی چی؟ نه کتاب بدی نمیخونم. کتاب زبان ادبیات هم است، آن رو میخونم. بعض شعرهایش رو از خود میکنم. لیک از فکرم برآمده است. بعد برای که زبان روسی و زبانم نشدم دکتر شدم و با زبان روسی گپ زدن لازم است. کتاب روسی آن چیزی که کتاب لیتراتور ما نمیخونه آن رو مونده است در خانم همون رو میخونم. خود دینازا جان گفتین که دکتر نشوین. برای دکتر شدن باید چی آموختن در کار؟ برای دکتر شدن بیولوژی خواندن کار، عضوهای آدم رو فهمیدن کار، متماتیک، فیزیک، شیمی، الگبر یعنی که متماتیک است. باز زبان مادری همش رو میخونن. در وقت کورس 1 کورس 2 همون به مثل مکتب و 4 5 6 7 کسب خود را که چه رو انتخاب کرده همون رو میخونه. برای دکتر شدن باز از همه مهم ترس بودن در کار. و چشمی سخت لازم است. چشمی سخت لازم است چون وقتی که یک نفر دیگر رو تبابت میکنه میترسید که این را چه باید دادم در وجودش ترس نداشته باشد. باید که برای بیماران تبابت کردن ناترس بودن لازم است. اکنون ما این آد را انداختیم با چشکه چوبین آمیخته میکنه. از زبان روسی قطعی هم گفتین شعر خوندن میتوانی نه؟ بله شعر خوندن میتونم. Меху. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит, прозрачный лист один чернеет, и ел сквозь иней зеленеет, и речка под льдом блестит. این شعر از الکساندر سرگیف پوشکین میباشد.
он кас рафтанд вақте ки террорист мегӯянд бандитҳо дар хонаи он кас сӯхторо дар амал оварда бо ҳамроҳи холаш ё ки аммаш тойти мегӯянд аз дунё чашм мефтанд. вақте ки зимистон шудааст ойнаҳо ях бастааст ҳама ҷо зебо вақте ки аз по мераванд дар замони он кас дигар хел буд ку барои ҳамин он кас аз тиреза тамошо карда ҳамин шеърро интибай навистанд эҷод карданд. шумо эҷод мекунед? не ман шеърро эҷод намекунам, лекин шеърҳо агар суруд хонда мешавад бародарам аз телевизион сурудҳое ки ҳофизҳо мехонанд онро гирифта ба ҷои дигар калимаҳош дигар калимаҳо бо ӯ бо ҳамроҳӣ мехонанд, лек ман инқадар шавқи зиёд надорам дар сурудхона, барои он ки ман бисёртар менависам, бисёртар нахе бо корҳо машғул ҳастам. хуб беҳтарин, яъне бисёртар ба навиштан шумо машғул ҳастед. бале. акнун мо инро дар инҷо омода кардем, ба листаш меандозем. умуман аз ман ягон кӯмак дида нашуд. ман худам ки бисёртар шаб 2-3 рӯз пеш инро ҳар рӯз мекардам, бисёртар ҳар рӯз не кам дар як ҳафта як борро мекардам, иҷро мекардам. ин аллакай ба ман айзёд шуда мондааст. бекӯмакӣ ҳеҷ кас мекардам ку беҳтарин барои ҳар як духтар омӯхтани пухтани хӯрок хеле зарур аст. бояд ҳар нафар ҳар духтар аз васитаи хӯрок пазӣ барояд. акнун мо дар инҷо ин камтар мешавад, мо дар инҷо меҷумонем. яъне бояд ҳама тарафа шавад, барое ки вақте ки дар миён мемонад хамир нотайёр мемонад ва ман вақте ки духовкаро дар мебарам барвақтар дар мекунам, барое ки 200 градусро истифода. дар инҷо 220 градус гуфта буданд, лек агар онро монам хамир дунаш хомтар мазза намедиҳад. дилноза ягон бор амихе шудагие ки ягон бор хӯрокка сӯзондагӣ бошед ё бисёртар намешавад. ҳамин дар вақти охир саросима дар вақти мактаб бисёртар кӯмавай мекашидам, бисёр тез кор карда будам, разихити аз хосир баромада худи одро алова карда будам, омехта ва вай бисёр барам карда буд, хӯрда намешуд. пас чикор кардем, модарҷан кард ё не? Не нафаҳмидам, ман алка хӯрда шуд ва разихити боро ки бӯй доданд ва сари ки бардошта наштаки бем. яъне беваям маззаша гум накард. гум накард, барои ки ман шакарро харид бисёртар андохта будам. беҳтарин. мо дар инҷо акун чомӯқро барои зебо шуданаш мепошем. яъне инро ҳар кас барои таби худаш касе хоҳад себ бо меваҳо, касе хоҳад бо меваи хушк. ман бо меваи хушк барои ки чормағзро дӯст медорам, барои ҳамин чормағз мекунам. яъне ҳар кас ба мувофиқи таби худаш мекунад. ороиш диҳад. ман ҳозир инро ба духовка ба 50 дақиқа мемонам барое ки пухта расад. яъне мо 50 дақиқа интизор мешавем ки кори шумо омода шавад. бале. خب دوستان عزیز، ما گفتیم که خورش ما در مدت 50 دقیقه آماده می شود. خورش ما البته آماده شد و اکنون لحظه خیلی اساس قرار است که ما میبینیم دیلنازه از عهده خوراک پختن برآمد و یا نه. خب من باوری دارم که خیلی بولذت شده است، چون دیلنازه با یک صمیمیت خورش را آماده کرد، آن چیزی که از تحت دل باشد. من باوری دارم که خیلی بولذت می شود. خب اکنون ما
میبینیم. خیلی عالی. ببینید که دلنازه امروز مهارت و ملکه عالی خودپزی خود را برای ما نشان داد. و دلنازه جان تشکر زیاد. خب اکنون ما افتخارنامه را به دلنازه میسپاریم. و دلنازه جان برای شما تشکر زیاد که اشتراک کردین در برنامه ما. برای شما بردباری خواهانیم. خب تماشابینان عزیز، برنامه کودک خودپز در اینجا به فرجام میرسد. برای شما تنسیتی و خانه آبادی را آرزویم تا برنامه های دیگر. خیر.